اتفاقی نیست که ژاپنیا بیشترین عمر رو بین آدمای کره زمین دارن. اونا 7 تا تکنیک دارن که جزئی از فرهنگشون شده. 1. شینرین یوکو یا حمام در جنگل. معنی شینرین یوکو اصلا این نیست که بری تو جنگل و حموم کنی. معنیش اینه که غوطه‌ور بشی تو صدا و آرامش طبیعت. 2. ایکیگای. به علاقه ها و توانایی هات مسلط شو و در مورد نیازهای جهان تأمل کن تا بدونی هدف از بودنت چیه. این معنی ایکیگایه. 3. وابی سابی. زیبایی در نقصه و همه چیز موقتی. بپذیر و آسوده شو. 4. زازن. در سکوت 4 زانو بشین و هر فکری اومد بپذیر و رها کن. فقط به دم و بازدمت فکر کن. 5. کینتسوگی. شکستگی ها رو با طلا ترمیم کن. شکست ها رو بپذیر چون داستان های طلایی تو هستند. 6. کایزن. همواره پیشرفت های کوچیک داشته باش تا نتایج بزرگ پدیدار بشن. 7. چانویو. چانویو یه مراسم سنتی چای ژاپنیه، نه فقط برای خود چای، بلکه 3 هدف آرامش، در لحظه بودن و مراوده با دیگران رو دنبال میکنه.